اگر حکمرانی تغییر نکنه ما با چند بحران طرف میشیم. بحران آب، مهاجرت‌های بیرونی و مهاجرت‌های درونی، یعنی اینکه ساکنان مناطق مرکزی ایران به سمت مناطق شمالی هجوم میبرند. ناکارآمدی اقتصادی خودش رو افزایش خواهد داد. سطح تورم، ریت عدم اشتغال به شدت رشد میکنه. اصلا اینکه یک حکومتی بتونه مردم ایران رو فقیر نگه داره هنره. اصلا باید تو گینس ثبت بشه چطور جمهوری اسلامی ایران رو فقیر کرد. چون این کشور خاکش ثروته، نمکش ثروته، سنگش ثروته. آخه شما مگه میشه جایی از دنیا رو پیدا کنید که همون روز بتونید برید اسکی کنید رو برف، با 1 ساعت پرواز، 1 ساعت یعنی پرواز برید اون سمت تو دریا شنا کنید. 4 فصل، ببینید شما اروپا حتما تشریف بردید، ما پدیده 4 فصل پدیده منحصر به فردیه.